خب دوستان نگاه کنید، این دستگاه الان آپدیتش 10.01 که اگه اشتباه نکنم بر دستگاه آقای نیکپور از چناران، دستگاه 12.16. خب عرضم به حضورتون که میخواد ببینیم که آپدیت قبلیش چی بوده. خب توی بعضی دستگاه اگه نوتیفیکیشن پاک نشده باشه، نگاه تو این قسمت این الان هست. خب تمام اطلاعاتی که روش بازی ریخته سیستم صافی نصب شده هست. نگاه کنید از سال 2016 ورژن 4 نصب شده، بعد اومد 407، بعد میاد 450 نصب شده سیستم صافی، بعد 472 473، بعد میاد 502 505 555 6 672 750، بعد میاد 755 و بعد 10.01 و دیگه ببینید هیچ آپدیتی نشده. خب پس بنابراین نتیجه میگیریم، نگاه کنید، پس بنابراین نتیجه میگیریم که آپدیت 10.01 که الان آخرین آپدیت قبلیش میده 755. خب بنابراین بین این دو تا هیچ آپدیتی نیست. خب ما اگر دانگرید انجام بدیم میام رو 755 که میشه زیر ورژن 9 و کپی خورم میشه. حالا رو همین به 755 میشه کپی خور کرد، ولی خب دوستان یادشونه چون اینجا ثبات خوبی نداشتیم آپدیت میکنیم ورژن 9 و دستگاه کپی خور میشه به همین راحتی. این از یه نمونه دستگاه که اگر نوتیفیکیشن ها پاک نشده باشه به این راحتی متوجه میشه. خب دوستان این دستگاه آقای نیکپور که 10.01 بود، حالا ما 755ش کردیم، دقیقا همون چیزی که تو نوتیفیکیشن ها دیدیم آپدیتی که دانگرید کردیم رسید به 755. نگاه کنید ورژن 755. حالا فلش رو وصل کردیم که آپدیت انجام بشه. یک سری از دوستان هنوز به ما اعتماد نداشتن، رقبا همچنین میگفتن الکی تست بزنید. حالا همینجور که ما توی یوتیوب دیدین عکس آی پی خود دستگاه رو گذاشتیم، سه رقم اولش که مختص هر دستگاه گذاشتیم، دیدین که 12 سپتامبر ورژن 9 بوده، بعد کردیم دوباره 7.02. حالا اون دستگاه برای تست بود، اسلیم 2016 بود که تست کردیم و اوکی بود، تو عکس هم گذاشتیم. و حالا این دستگاه هم فتح 12.16 یه تست کامل گرفتم که باز دوستان بی اعتماد و رقبا همچنین که فکر می‌کردن فیک و الکیه مطمئن بشن که این کار انجام شد. حالا این آپدیتش طول میکشه. آپدیت که شد باز من از آی پی خود دستگاه تو ستینگ که همونطور می‌بینید مختصر عدسی کامل دیگه مثل فیلم قبلی 10 فکر بود همون میذارم که ببینید که ورژنش 755 شد. خب دوستان مراحل آپدیت تموم شد، میریم داخل ستینگ رو ببینیم که ورژنش شده 755. سیستم باشه، میبینیم با همون آیدی تبدیل شد 755. حالا ما باز آپدیت میکنیم 9 هم بهتون نشون میدیم دیگه، نمیدونیم چجوری نشون میدیم، ولی خب همون دقیقاً همون حرفی که زدیم با همون آی پی 755. خب همون کنسول میریم برای آپدیت به ورژن 9. میدونی 755 هم میشه، ولی خب کپی خورش خیلی چون ثباتش جالب نیست، ما برای همین آپدیت میکنیم ورژن 9. میریم برای 9 و آپدیت. خب این هم مرحله آخر، بریم که ببینیم آپدیت ورژن 9 اوکی شده. میبینیم که اینجا نصب شده و عرضم به حضورتون که سیستم سافر هم نشونتون بدم و تمام دیگه حرفی نمیمونه.